خانم آقایان درود، من مازیار آتشی و خیلی خوشحالم که امروز هم با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستم. توی این ویدیو که تقریبا میشه گفت بعد از 1.5 سال بلکه بیشتر میگذره، میخوایم در مورد وضعیت بازار و آینده بازار املاک و مسکن صحبت کنیم با هم دیگه. واقعا هم یکی از علتایی که توی این چند وقت ویدیو بررسی ما نذاشتیم این بود که انقدر سرعت تغییر تحولات توی این 1.5 سال اخیر بالا بود. ما هر ویدیویی هم که می‌خواستیم بذاریم نهایتاً 1-2 روز اعتبار داشت و اصلا واقعا چیز مشخصی رو نمیتونستیم در موردش صحبت بکنیم. قبل از که ویدیو رو بخوام شروع بکنم، بحثمون رو شروع کنیم، یک توضیح خدمتتون بدم. خب ما الان امروز 19 اردیبهشت 1404 تا الان 3 جلسه از مذاکرات بین ایران و آمریکا انجام شده. شرایط اصلا مشخص نیست، شرط بسیار پیچیده‌ای هست. ترامپ دیروز پیروز اعلام کرد که قراره خبر بسیار مهمی رو اعلام بکنه با سفرش در خاورمیانه، یعنی همزمان با سفرش در خاورمیانه. و ما برای اساس این شرایطی که میشه گفت تقریبا مشخص نیست، ما 2 تا سناریو داریم: یا توافق میشود یا توافق نمی شود. اگر توافق بشه چه داستانی برای بازار مسکن و املاک به وجود میاد؟ اگر توافق نشه چه اتفاقی میفته؟ هر کدوم از اینا هم باز دوره شاخه‌های مختلف داره. اگر توافق بشه چه داستانهایی هست، اگر توافق نشه باز چه داستانهایی هست، ما چه راههایی رو باید بریم. چون واقعا هم نمیشه هیچ چیز رو با قطعیت گفت. اگر جایی دیدید کسی داره میگه با قطعیت تمام که آقا توافق میشه، یا یکی داره میگه توافق نمیشه، راهتون رو کج کنید برید، چون هیچ چیز قطعی وجود نداره. اینها عوامل بیرونی است که اصلا ما هیچ دخل و تصرفی توش نداریم. بارها هم توی ویدیوهای قبلیم در مورد این موضوع باهاتون صحبت کردیم که هیچ چیز مشخصی وجود نداره. من حتی خودم برای کارهای خودم اگر از یک چیزی هم واقعا مطمئن باشم، یه 15-20% میذارم برای اینکه شاید اون اتفاق نیفته. خودم رو براش آماده میکنم که اگر اون چیزی که توی ذهنم هست که من تقریبا میشه که با درصد بالایی قبول دارم که اون اتفاق میفته، یه 15-20% هم براش میذارم که شاید این اتفاق نیفته. خودم رو براش آماده میکنم که حداقل تو ذوقم نخوره. به شما پیشنهاد میکنم که حداقل توی این شرایط این بحث رو در نظر داشته باشید. و بازم قبل از که بحثمون رو در مورد که توافق میشه و نمیشه و چه بلایی سر بازار میاد بخوایم استارتش رو بزنیم، یه توضیح بهتون بدم. ببینید، ما قبلا توی ویدیوهای گذشته در مورد وضعیت بازار صحبت کردیم. خب ما همیشه میدونیم یه رشد سالانه داریم بین 10 تا 20% بسته منطقه جغرافیایی که امسال یعنی مثلا از امسال 1400 هست که اصلا شرایط خیلی عجیب و غریب بود. مثال بخوام بزنم، توی سال قبل ما مثلا توی بحث قیمت مصالح، اگر حالا دوستانی که کانال دارن دنبال میکنن یا اگر هم برید ویدیوی قبل رو نگاه کنید بد نیست، ما مثلا توی تابستونا میادیم میگفتیم که قیمت مثلا سیمان گرون خواهد شد به خاطر قطعی برق گسترده‌ای که در کشور وجود داره. پاییز زمستون که میشد قیمت سیمان اصلاح میشد. امسال ما این داستان رو نداشتیم. ما حتی امسال توی پاییز زمستون هم قطعی برق داشتیم. این ناترازی انرژی توی پاییز زمستون امسال هم یقه دولت رو گرفته بود. از اونورم شرکت‌ها معمولاً تو سال گذشته در سال نهایتاً 1 یا 2 بار افزایش قیمت میدادن، در حد مثلا 5%، 3%، 4%. امسال افزایش قیمت‌های چشمگیری داشتیم در سال 1400، اونم به دفعات بسیار بالا. پس یه نتیجه میگیریم، ما یه رشد سالانه داریم، یعنی سال قدیم به جدید یه افزایش قیمت معمولاً داریم بازار خودش رو پیدا کنه. و از اون سمت هم خب مصالح و متریال اینجور چیزا افزایش پیدا میکنه. مورد بعدی اجرت ها هست. ببینید اجرت هایی که از سال 1403 الان اومدیم 1404 دوباره افزایش بسیار چشمگیر داشتی که حتی ما برای پروژه های خودمون که داریم سریالش هم داریم میسازیم، من اصلا 1-2 مورد رو که رفتیم قیمت گرفتیم اصلا سورپرایز شدم. اصلا روند کاری ما رو تقریبا تغییر داده. داریم به مقداری جابجایی برنامه‌ریزی میکنیم که اون کاری که می‌خواستیم رو به نحوه دیگه، به شکل دیگه انجامش بدیم به خاطر این افزایش قیمت‌های شدیدی که به وجود اومده. اما نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که ما توی سال 1403 رشد بسیار بالایی توی بازار طلا و دلار و حالا بازار وابسته‌شون داشتیم، ولی بازار مسکن اون رشدی که باید انجام میداد رو نداده. پلکانی یک مقداری رفته بالا ولی خودش رو به اون تراز اصلی نرسونده.
آخر آماری هم که بانک مرکزی اعلام کرده از میانگین قیمت متوسط میانگین قیمت آپارتمان در تهران مربوط به فروردین یا اردیبهشت فکر کنم 1400 است و بعد از اون هیچ دیتایی وجود نداره و قلوهاش نزدیک به فکر کنم اگر اشتباه نکنم 90 میلیون تومان باید باشه میانگین قیمت. ولی در حالی که می‌بینیم که این قیمت‌ها باید خیلی بالاتر باشه با توجه به شرایط ارزی که الان وجود داره، چون میانگین قیمت آپارتمان در تهران تقریبا نزدیک به 1200 دلار بود. یعنی با توجه به وضعیت موجود هم اگر بخوایم حساب بکنیم، یعنی تقریبا قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران به صورت میانگین باید نزدیک به 100 خورده میلیون باشه که این قیمت‌ها نیست. پس جا داره که قیمت‌ها یک رشدی داشته باشه. ولی خب از این سمت هم ما این قیمت‌های عجیب غریبی رو که داریم برای ساخت و نکته دیگه که خیلی مهمه، حجم ساخت و ساز هست که به شدت اومده پایین. یعنی پروانه هایی که داره صادر میشه مثل سابق نیست و الان هم بچه‌ای که دارن توی این فضا دارن فعالیت میکنن دارن میگن که میگن اصلا برای پروانه گرفتن پروانه جدید ما زیاد به اون کیسی معرفی نمیشه که بخوایم بریم کاراشو انجام بدیم مثل گذشته. و از اون سمت هم خب دولت قبلی هم نتونست به تعهداتش عمل کنه. بارها ما در موردش صحبت کرده بودیم، گفتیم اصلا شدنی نیست. پس در نتیجه جور این تراز کردن عرضه و تقاضای مسکن با توجه به شرایط جمعیتی که ما داریم باز دوش بخش خصوصیه، یعنی مردم باید جور دولت رو بکشن و از اون سمت هم دولت هم همکاری نمیکنه. به چه شکل؟ افزایش بسیار شدید همین پروانه های ساخت و ساز، عوارضی که دارن میگیرن، ماده 100، آتش نشانی، نمیدونم ارزم به خدمتتون که تامین اجتماعی و از این نظام مهندسی، هزینه وحشتناکی که دارن میگیرن خودش باعث بانی بخشی از گرونی ها هست. از اون ورم خب به هر حال زمین هم الان خب برای ساخت و ساز کمه، دولت هم نیومده زمینی رو بخواد به بخش خصوصی بده، بگه آقا مثلا شما بیا این زمین رو من بهت میدم شما فقط بساز، دیگه پول زمین رو نمیخواد بدی، ساختش از شما مثلا با یه سود 60-70% هم بیا واگذار کن به مردم، ما سندم میزنیم، سند تک برگم برای هر کدوم از واحدهایی که شما فروختی سند بزنید، اصلا زمین مال مردم. همچین خبرایی هم نیست. پس زمینم با شرط ساخت و ساز ایدئال، تراکم خوب و سطح اشغال مناسب یواش یواش داره کم میشه. پس این شرایط این رو داره به ما میگه، این پالسایی رو داره ما میده که آقا قیمت ملک باید خیلی بره بالا. اما به خاطر شرایطی که الان توش هستیم وضع موجود این اتفاق نیفتاده. خب حالا ما باید بریم سراغ سناریوهایی که وجود داره. ما اول بریم سراغ این که اگه توافق بشه چه اتفاقی میفته، چون بخش عظیمی از جامعه بر این باورن که توافق صورت میگیره. طبق گفته حالا آقایون و اخبار ضد و نقیضی که وجود داره میگن که نزدیک به تقریبا 8-9 میلیارد دلار طلا و سکه توی خونه‌های مردم. حالا طبق گفته آقایون که حالا خیلی ها میگن این عدد ارقام خیلی بیشتره، خیلی ها میگن کمتره. حالا ما همون میانگین اصلا بگیم 10 میلیارد دلار سرمایه توی خونه‌های مردم. ببینید اگر توافق بخواد صورت بگیره، شما اگر دقت کرده باشید توی دور نخست مذاکرات اتفاقی که افتاد، دلار یه اصلاح خیلی عجیب و غریبی زد، از کانال تقریبا 100,000 تومان اومد تا کانال نزدیک به 80,000 تومان و یک شرایط جو مثبتی رو برای جامعه به وجود آورد. توی این فرمت قاعدتا باید بازار مسکن راه میافتاد، ولی چون هیچ چیز قطعی نشده بود، اعلام نشد که آقا توافق صورت میگیره، مردم باز دست نگه داشتن و نیومدن سراغ بازار مسکن. ولی اگر ما مبدا رو بر این بذاریم که بازار توافق میشه، بدون شک خب اونایی که دلار خریدن، طلا خریدن، اینا رو دیگه نمیتونن نگه دارن و باید این مبالغ و این سرمایه هایی که داخل گاف صندوق های مردم هست باید بیاد توی بازار مسکن. چون مسکن میگم که هنوز رشد اصلیشو نکرده، هم این رو میدونن. به خاطر همین قضیه این سرازیریه توی بازار املاک باعث یک رشدی در این بازار خواهد شد. در نتیجه اگر اونایی که احساس میکنن توافق میشه، ببینید باز ما چیزی رو قطعی نمیگیم، اینو به اختیار خودتون داریم میذاریم که خودتون تصمیم بگیرید. اگر استنباط شما این هست که توافق میشود، الان بهترین زمان خریده، چه آپارتمان های آماده
چه؟ پیش خرید. پیش خرید رو باز بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم ما. چرا؟ اگر احساستون برای این هستش که توافق میشود، چون که شما دارید مقطعی دارین پول پرداخت میکنید، دلار هم اگر الان مثلا دارم میگم اگر هم کانال 80 تومن باشه، به خاطر شرایطی که وجود داره یواش یواش دوباره اینا چون برای 100 تومن دیده دوباره یواش یواش برمیگرده. در نتیجه چون شما قراردادتون ریالی هست و هزینه ها داره دلاری میره بالا تقریبا، شما باز برد بسیار خوبی میکنید. اما اگه حوصله ریسک اینجور داستاناش رو هم ندارید، میتونید برین ملک‌های آماده رو تهیه کنید یا حتی اگر زمین مناسبی رو دیدید خریداری کنید. پس این برای شرایطی است که توافق بشود. حالا یک داستان دیگه هم وجود داره. اگر توافق بشه و شما ملکی هنوز خریداری نکرده باشید، به خاطر عرضه کمی که الان وجود داره نسبت به جمعیت ما و تقاضایی که براش به وجود میاد، ما تجربهش رو توی سال گذشته داشتیم، ممکنه شما از این بازار جا بمونید. پس خودتون رو آماده بکنید که اگر توافق فکر میکنید، بازم دارم تاکید میکنم، اگر استنباط شما برای این هست که توافق میشود، خریدای خودتون رو از الان انجام بدید، یعنی خودتون رو برای این قضیه آماده بکنید. اما بریم سراغ این که توافق نشه، که من خودم بر این باور هستم که توافق صورت نخواهد گرفت. اما اگر توافق نشه چه داستانی به وجود میاد؟ ما بچه‌ها که داشتیم صحبت می‌کردیم به این نتیجه رسیدیم که اگر توافق نشه دو تا حالت وجود داره، یا درگیری نظامی میشه یا همین شرایطی که الان کشور باش درگیره ادامه پیدا خواهد کرد. دیگه از این بدتر ما شرایطی نداریم. دیگه انواع و اقسام تحریم‌ها رو هم روی ایران پیاده کردن، دیگه چیز دیگه‌ای نمونده، دیگه تحریم دیگه‌ای نمونده که بخوان روی ایران اعمال بکنن. در نتیجه اگر توافق نشه، پس ما دو تا سناریو داریم باز، یا همین شرایط وضع ممکن میمونه، وضع موجود میمونه، یا درگیری نظامی به وجود میاد. اگر این شرایطی که فعلا ما داریم اگر توافق نشه و همین شرایط بمونه، چه داستانی پیش میاد؟ بدون شک دوباره قیمت‌های دلار و طلا یواش یواش دوباره صعودی میشه. این قیمت ملک مثلا بازار مسکن دوباره همون رشد ضعیف پلکانی خودش رو خواهد داشت و نمیرسه. و بازم شد هنوز چیزی قطعی نیست، همین شرایط دوباره بازار مسکن استیبل میمونه، یعنی با شرایطی که الان داریم دیگه تفاوت چندانی نخواهد داشت. باز اگر استنباط شما برای این هستش که این توافق صورت نمیگیره و همین وضع ادامه پیدا میکنه، بهترین زمان خرید آپارتمان به صورت پیش خریده، یعنی برید پیش خرید کنید، بگردید دنبال فایلی که پیش فروش هستن، برید سراغ اونا. چرا؟ به خاطر اینکه دلار، طلا اینا دارن رشد بسیار چشمگیری پیدا میکنن، خیلی میرن بالا و باز قرارداد شما ریالیه، یعنی در هر صورت شما برد خواهید داشت. و مخصوصا اگر خونه اولی هستید، الان برید خونه‌تون رو بگیرید، برید خریدتون رو انجام بدید. اینو دارم صادقانه دارم بهتون میگم که بعداً گرفتار نشید. الان بهترین زمانه، یعنی روی این قضیه شک نداشته باشید. اما اگر توافق نشه و اون سناریویی که اصلا دوست هم نداریم اتفاق بیفته، یعنی درگیری نظامی به وجود بیاد، بدون شک بعضی از نقاط ایران دچار تنش‌های نظامی خواهد شد. حالا نه اون جنگ‌های تن به تنی که این اسلحه بکشه رو اون یکی نمیدونم با چاقو بیفته دنبال اون رو من تو ذهنم نیست. درگیری نظامی که در حد مثلا موشک و این داستانایی که حالا تقریبا هم دیدیم دیگه، بدون شک یک سری از مناطق از ارزش قیمتی میافتن، چون خیلی میخوان فرار کنن دیگه، درگیری نظامی شده، میذارن میرن سراغ جاهایی که تنش بسیار کمتری داره. این جایی که تنش بسیار کمتری دارن، یعنی درگیری نظامی توشون اتفاق نمیفته یا اگر هم باشه به حداقل ترین حالت ممکنش هست، ملک‌ها ارزش بسیار بالایی پیدا میکنن، چون تقاضا یا براشون خیلی زیاد میشه. فروشندگان این ملک‌ها میتونن سودای بسیار خوبی رو تجربه بکنن و میگم چون تقاضا زیاد میشه دیگه، خیلی ها میخوان یه جای امنی رو پیدا کنن، یه جای آرومی رو پیدا کنن، دست زن و بچه‌شون رو بگیرن و اونجا خارج بشن که اون تنش‌ها و اون چالش‌ها آسیب نزنه بهشون. خب این طبیعی هم هست. ما توی 8 سال جنگ ایران عراق هم تجربه کردیم. من پدر بزرگ خودم توی خرمشهر به خاطر اینکه ارتشی بودن زندگیشون اصلا نابود شد و خانواده رو منتقل کردن
به شمال، یعنی زادگاه خودشون، و اینجا بالا با شرایطی که بود زمین گرفتن، خونه درست کردن و این اتفاق دوباره ممکنه دوباره اتفاق تکرار یعنی به وجود بیاد. و خیلی جالبه اون زمینی هم که حالا بعد به پدر بزرگ من دادم به خاطر واسطه اینکه اون زمینش و خونه‌اش از بین رفته بود، بعد از گذشت چندین سال هم باز به ارزشی که باید میرسید نرسید، یعنی اون رشدی که باید پیدا میکرد رو هم نکرد. پس در نتیجه این اتفاق اگر بیفته یه سری مناطق قیمت اصلا ممکنه با کله بخوره زمین، بعضی جاها ممکنه رشد خوبی رو تجربه بکنن. اما بحثی که اینجا مطرح میشه چیه؟ شما اگر دقت کنین یک سری از شهرهای بزرگ ایران امسال به خاطر همین ذهنیتی که امکان مثلا وقوع جنگ هست، اون رشدی که توی سالهای قبل داشتن رو نداشتن. یکی از اون مناطق تهران بوده، به خاطر اینکه احتمال وقوع درگیری نظامی توی این شهر داده میشد، اون قیمت‌ها و اون شرایط جذابی که توی سال گذشته به وجود اومده بود رو تجربه نکردیم. اما اون بحثی که داشتیم باهاتون در موردش صحبت می‌کردیم که اگر جنگ شد اون مناطقی که خیلی ارزشمندن و تقاضا براشون میره بالا، شما توی اون شرایط بهترین حالتش اینه که برید دیگه آپارتمان آماده بخرید، یعنی ملکی رو بخرید که آماده تحویل باشه و دیگه سراغ اون درگیری‌های پیش خرید و پیش فروش و این داستاناش نشین. چرا؟ چون خب اگه درگیری نظامی باشه، خب خیلی از کارخونه‌ها تعطیل میشن، خیلی از ارگان‌ها بخشا دچار چالش میشن تو بحث سوخت‌رسانی، تو بحث انرژی. به هر حال یک چالشایی رو ما باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم که ممکنه شما اگر آپارتمان یا ملکی رو پیش خرید بکنید، توی تحویلش بنده خدا سازنده دچار مشکل بشه، چون به هر حال اتفاقی داره میفته که کنترلش دست اون نیست، دست بالایی است. پس بهترین حالت توی اون شرایط جنگی این هست شما برید که آماده بخرید و شرایط خودتون رو تثبیت بکنید. من چون توی بازارهای دیگه تخصص ندارم ورود نمی کنم به شما، در مورد بازار املاک داریم صحبت میکنیم. این سناریویی هست که امکانش هست به وجود بیاد و باید خودتون رو براش آماده بکنید که هر کدوم از این نکتا چه پلانی رو براش پیاده بکنید. خیلی ممنون که توی این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر دوست داشتین این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید. نظر خودتون در مورد این شرایطی که الان توش هستیم حتما بگید. اگر نکته‌ای هم هست خیلی خوشحال میشم با من در میون بذارید و تا یه ویدیو دیگه بدرود.